رسیدیم به قسمت جذاب آموزش، یعنی افزونه ها یا پلاگین ها در وردپرس. سلام، من هومن هستم از کانال راهکارنت. خوش اومدیم به یکی دیگه از قسمت های آموزش رایگان وردپرس. ما توی این قسمت میخوایم در مورد افزونه ها یا پلاگین ها در وردپرس صحبت کنیم. توی قسمت بعدی نصب، راه اندازی و کانفیگ افزونه ها رو با هم کار میکنیم. توی این قسمت فقط توضیح و تعریف افزونه ها رو داریم. خب، همینطور که توی این چند روز توی پنل مدیریت وردپرس بودیم، فهمیدیم که وردپرس یه سری امکاناتی داره. میتونیم توش نوشته اضافه کنیم، برگه اضافه کنیم، برگه هامون رو مدیریت کنیم و موارد این چنینی. افزونه ها در وردپرس میان امکانات پیشفرض وردپرس رو ارتقا میدن. این ادعا که با وردپرس میشه هر مدل سایتی رو بسازیم دقیقاً به این دلیله که چند 10,000 افزونه یا پلاگین رایگان برای وردپرس داریم. اجازه بدیم بریم توی وبسایت اصلی وردپرس تا ببینیم که ببینید اینجا یه قسمتی داریم به نام پلاگینز. خب الان که دارم این آموزش رو ضبط میکنم حدود 59,769 تا پلاگین رایگان وجود داره. همینطور توی سایتی به نام که مربوط به نام کدکنیون که مربوط به تمفارست میشه، این سایت هم سایتی است که پلاگین های تجاری معمولاً اکثر بیشترش اینجا قرار داره و اینجا ما چند هزار تا پلاگین رایگان وردپرس داریم. ببینید اینجا وردپرس و ما توی دسته‌بندی وردپرس حدود 5200 تا هم اینجا داریم که غیر رایگان هست. پس بنابراین پلاگین ها میان امکانات وردپرس رو افزایش میدن. مثال میزنم، پلاگینی داریم به نام پلاگین افزونه‌ای داریم به نام، همینجا سرچ میکنم توی پلاگین ها، افزونه‌ای داریم به نام ووکامرس. یک افزونه است در وردپرس که وردپرس شما رو تبدیل به یک فروشگاه اینترنتی با امکانات بسیار زیاد میکنه. یعنی شما با کمک نصب این افزونه میتونید سفارشگیری کنید، میتونید سفارشگیری محصول مجازی کنید، محصول دانلودی کنید، سفارشگیری محصول فیزیکی کنید، میتونید با کمک ووکامرس، پلاگین ووکامرس مدیریت موجودی داشته باشید. همینطور پلاگینی مثل پلاگین های سئو که میتونید کارهای سئویی انجام بدید و پلاگین های بسیار زیادی، پلاگین های کشینگ که کشینگ سطح سرور حتی انجام بده تا حدی کشینگ و سرعت سایتتون رو بهینه سازی کنه که من در مورد همه اینها مجزا در وبسایت صحبت کردم. اینجا میخوایم فقط در مورد تعریف پلاگین صحبت کنیم. پس بنابراین پلاگین ها در وردپرس میان امکانات پایه وردپرس رو ارتقا میدن. خب یه سری مواردی خیلی مهمه در موردش صحبت کنیم اینجا، در مورد اینکه چطور ما باید استاندارد کار کنیم، چطور باید پلاگین کمتر نصب کنیم. ببینید آسیب پذیری اصلی وردپرس زمانی است که پلاگین های زیادی روی وردپرس نصب کنیم. خب توی ویدئو معرفی قالب وردپرس تأکید کردم، پافشاری کردم که انتخاب قالب وردپرس خیلی مهمه. اگر شما قالبی رو انتخاب کنید که امکانات به شدت محدودی داشته باشه، شما مجبور خواهید بود پلاگین های زیادی نصب کنید. دقت کنید که در وردپرس مثلا پلاگین صفحه ساز المنتور، پلاگین سئو، پلاگین ووکامرس، اینا پلاگین هایی که مثلا یه فروشگاه اینترنتی باید ووکامرس رو نصب کنه. یه فروشگاه اینترنتی باید مثلا یه فروشگاه یا وبسایت اینترنتی باید پلاگین سئو رو نصب کنه. یا مثلا پلاگین صفحه ساز المنتور برای کسی که میخواد صفحاتش رو با المنتور بسازه، اینو بایدی نصبش. ولی میتونید شما قالبی رو نصب کنید که مثلا یه امکان خیلی ساده، مثلا اینکه محصولات دو قیمتی رو فقط قیمت پایین ترین قیمتش رو نمایش بده. مثلا یه محصولی دارین که دو تا قیمت داره، فقط یه قیمت نشون بده در لیست قیمت ها پایین ترین قیمت. شاید برای این امکان اون قالب نداشته باشه، شما برای همین امکان ساده نیاز داشته باشین که برین پلاگین نصب کنید. نگاه کنید، یه چیزی که بسیار مهمه، سعی کنید قالبی رو انتخاب کنید برای وبسایتتون که کمترین پلاگین رو نیاز باشه نصب کنید. وردپرس هنگامی که پلاگین های زیادی روش نصب کنید به شدت آسیب پذیر خواهد بود و سرعت وبسایتتون میاد پایین. اینو در نظر بگیرید. برای نصب پلاگین تون پلاگین نصب نکنید. حتی پلاگین، من بعضی‌ها رو میبینم پلاگین هایی دارن مثلا 30 تا پلاگین دارن که 10 تاش غیر فعال و همچنان هست، حذف نشده. یا مثلا برای
امکانات خیلی 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 کوچیکی بعضی‌ها پلاگین نصب میکنن. نه، از قالبی استفاده کنید که امکانات رو به شما تا حد زیادی بده که کمترین پلاگین رو نصب کنید. من معمولا یکی از دلایلی که از قالب وودمارت استفاده میکنم اینه که خیلی نیاز ما رو نسبت به پلاگین از بین میبره. خیلی از پلاگین ها دیگه نیازی نیست نصب بشه و خیلی راحت این قالب با امکاناتی که داره، مثلا شما ماکسیموم شاید روش 5 تا 6 تا یا 8 تا پلاگین بخواید نصب کنین، ولی بعضی قالب ها من میبینم بعضی وبسایت ها 30 تا 35 تا پلاگین روشون نصبه، 20 تا پلاگین روشون نصبه. اینو در نظر بگیرید. این نکته خیلی مهم پلاگین ها بود. پس ما توی این قسمت یاد گرفتیم که پلاگین امکانات وردپرس رو میبره بالا. حالا یه توضیح دیگه، پلاگین ها چند مدل دارن. یه مدل پلاگین های تجاری داریم، یه مدل پلاگین های رایگان داریم و یه مدل پلاگین های نال شده داریم. پلاگین های رایگان همین پلاگین هایی بود که بهتون توضیح دادم، حالا نصبش هم تو جلسه بعدی توضیح میدم. پلاگین هایی که معمولا در مخزن اصلی وردپرس قرار داره و شما میتونید همه این پلاگین ها رو به راحتی از پنل مدیریت وردپرستون نصب کنید. پلاگین های تجاری داریم مثلا همین کانتکت فرم 7 تول تیپ. این یه پلاگین تجاری هستش که $10 قیمتشه و میتونید بخرید و لایسنس داره و استفاده کنید. یه سری پلاگین های نال شده هستن، یعنی همین پلاگین تجاری رو شما سرچ میکنید، مثلا نسخه نال شدهش رو پیدا میکنید. نسخه نال شده برای تست میشه استفاده کرد روی لوکال هاست، ولی رو نسخه اصلی سایتتون هیچ وقت نال شده استفاده نکنید. اگر میخواید پلاگین تجاری بخرید، سعی کنید از دیولوپر اصلی، یعنی لایسنس اصلی رو سعی کنید بخرید یا اطمینان حاصل کنید از اون شخص واسطی که دارین میخرید لایسنس اصلی داره. چون خیلی اوقات پلاگین های نال شده بعد یه مدتی یا سایت شما دیفیس میشه، یعنی صفحه اصلی سایت شما کلا تغییر میکنه به یک سایت دیگه، یا ریدایرکت میشه سایت شما، دامین شما هدایت میشه به یه دامین دیگه، یا حروف چینی، ژاپنی، اینجور مسائل توش نمایش داده میشه. به صورت کلی ببینید این پلاگین پولی رو وقتی یک هکری، یک نالری میاد نال میکنه و در اختیار شما قرار میده، قطعاً یک نیتی داره. این زحمت رو برای نیتی میکشه. یا پهنای باند میدزدن گاهی اوقات. شما میبینید که شرکت هاستینگتون به شما پیام میده که شما پهنای باندتون تموم میشه پشت سر هم، در صورتی که شما بازدیدتون کلا مثلا روزانه 5 عدد هم نیست، ولی پهنای باند ماهانه مثلا 100 گیگو دارین مصرف کنین. این پلاگین نال شده رو به هیچ عنوان روی نسخه اورجینال سایت نیاریم بالا. حتی شده برید مثلا بخرید پلاگین ها رو ولی نیارید بالا، یا از شخص واسطی، چون سایت های ایرانی هستن که پلاگین هایی رو میفروشن، پلاگین های تجاری و لایسنس هاشو حالا نمیدونم اورجینال من نمیتونم بگم مطمئن باشم اورجیناله، ولی دارن میفروشن و خیلی هم کار میکنن. بعضی پلاگین ها دیدم من مثلا 20,000 بار فروخته شده، 15,000 بار فروخته شده. میشه اگه اطمینان دارید از اونها استفاده کنید. یه سری پلاگین ها هم ما داریم که کار بچهای خودمونه، کار بچهای ایرانه و خیلی هم پلاگین های خوبیه، از اونها هم میتونید استفاده کنید و مشکلی نداره. ولی پلاگین نال شده به هیچ عنوان استفاده نکنید. تمام توضیحات مربوط به افزونه یا پلاگین وردپرس رو بهتون دادم. مهمترین نکته، قالبی رو انتخاب کنید که کمترین میزان پلاگین رو نصب کنید. یعنی قالبی رو انتخاب کنید که امکانات درون قالب به حد کافی باشه که در کنارش لازم نباشه شما 20 تا پلاگین دیگه نصب کنید. ممنون که این ویدیو رو تا الان مشاهده کردین. اگر این آموزش ها رو دوست دارین ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید. اگر هم روند آموزش من تنده، خیلی سعی میکنم آهسته آموزش بدم، ولی خب دیگه خودم نه که خیلی از آموزش های کند دورم، سعی میکنم، فکر میکنم که شاید اینطوری بهتره که زودتر به نتیجه برسیم. حالا اگر هم آموزش ها خیلی روندش تنده، میتونید حالا اگه تو یوتیوب میبینین سرعتش رو کمی کم کنید. ممنونم که آموزش ها رو میبینین، ممنونم که کامنت میدید، ممنونم که محبت دارید. امیدوارم که مفید باشه، امیدوارم که در دنیای آزاد دانشمون رو همه در اختیار هم قرار بدیم. موفق باشید تا آموزش بعدی. خدا نگهدار.